بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت همه دوستان عزیز. انشالله که حالتون خوب باشه، سلامت باشین و در پناه خداوند بزرگ مرتبه باشید. خب عزیزان، حالا در مورد اصطلاحاً کالبدها صحبت کنیم و یه خاطره ای که از اصلا کلا کالبدها که داریم قرار شد بهتون بگم. خب اول یه توضیح بدم اصلا این کالبد چی هست. همه ما انسان ها یه جسم داریم، یک روح داریم و 7 کالبد داریم. روح انسان ماهیتی شکل مانندی نداره که مثلا شبیه یک انسان باشه. خب معمولا همون حالت بخارگونه هستن که یا به صورت منشور مانند یا به صورت دایره وار. حالا اگر توی برون فکنی یا اشخاصی بعد از مرگ خودشون ببینن به این شکل میبینن، به این 3 مورد: یا حالت دود مانند یک بخار سفید رنگ، یا به حالت دایره شکل، یا به حالت منشور. در بعضی مواقع مورد 4می هم هست که تقریبا شبیه خودته. خب شبیه نیست اصلا، این که بگیم شبیه خود انسانه نه، مثل حالت انسانو داره و به نازکی یک پارچه است، به نازکی یک حریره زمانی که میخواد جسم خارج بشه. خب عزیزان، این از رو این 4 مورد. انسان وقتی میمیره خب اول کالبدش در میاد، همون کالبد هایی که شبیه خودمون هستن. ما 7 کالبد داریم، هر انسان دارای 7 کالبده که شبیه خودته و دقیقاً شما خوابهایی رو که میبینین یا دوستانتون خوابهای شما رو که میبینن در واقع همین کالبدهای شما هستن. یک بخش از این خوابها برمیگرده به همزاد که حالا اون بحثش اصلا جداگونه است، انشالله تو کلیپ‌های بعدی در موردش صحبت میکنم. خب اون تو همزاد تو لولایی که حالا مثلا شما فرکانست خیلی بره بالا و خب از نظر بحث آگاهی و اینا نیست، بحث اینه که شما تسلط کالبدهاتو، حالا حداقل 2 تا از کالبدهاتو داشته باشی، توی مواردی با همزاد هم میتوانی کارهای انجام بدی. خب کاری به اون نداریم. 7 کالبد شبیه خودته، دقیقاً شبیه خودت. چه کسی خوابتو میبینه، چه تو خوابی میبینی، یا برون فکنی همون تجرد روحه. خب قبلا گفتم بهتون اینا رو. ببینیم مثلا شما، خب خیلی ها هستن، خیلی از بزرگان بودن در طول تاریخ اصطلاحاً دراز میکشیدن و کالبد از جسم خارج میکردن و این کالبد زمانی که از جسم خارج میشه خیلی جاها میتونه بره. در کجا؟ در عوالم موازی، دنیاهای موازی، لایه‌های مختلف میتونه ورود بکنه، ولی خود روح خروج پیدا نمیکنه، فقط زمان مرگ. خب ببینین، روح به هر حال خود اصل روح خیلی ساده شو بگیم، چون از خود خداوند درون روح هست. خب مسلما این روح باید خیلی مواظبت بشه ازش و این که 4 عنصر خلقت، همون کائنات، تشکیل دهنده کائنات، خب انرژی اینم در روح هست. اوکی، پس شد 2 تا انرژی، یکی از خود خداوند که ما رو اشرف مخلوقات کرده، یکی همون 4 عنصر خلقت که باز اونم یکی از دلایل اشرف مخلوقات بودن ما انسان هاست. خب اینا تشکیل دهنده روح هستن و این روح باید خیلی ازش مراقبت بشه. از چی؟ خب از مباحث دنیای تاریکی یا اصلا خیلی مباحثی که اشتباهاتی که خود انسان احتمال داره توی زندگیش انجام بده و روحش رو دچار یک سری چالش ها بکنه. به خاطر همین خداوند 7 کالبد برای ما درست کرده که این 7 کالبد مربوط میشه به هر کدوم از چاکراهای ما. خب ما انسان ها 7 چاکرا داریم. اولین چاکرا ریشه
دومی خاجی، سومی خورشیدی یا شبکه خورشیدی، چهارمی قلب که در اینجا قرار داره، پنجمی گلو، چشم سوم تاجی. این هفتا هر کدوم از اینا اون کالبد انرژیشو از این قسمت میگیره و کالبد انسان که شبیه خودمونه این نیست که بگیم فقط انرژیشو از چاکرا میگیره، از روح هم میگیره. یعنی اینا این کالبدها این هفتا، حالا شما فکر کن این هفتا این 5 تاست ولی شما فکر کن هفتا، خب این هفتا از خود روح هم انرژی میاد، اتصالات گرفتن و این هفتا هستن که در دنیاهای موازی رفت و آمد دارن و اگر شما برون فکنی انجام میدی یا تجرد روح، اصطلاحاً بهش میگن تجرد روح انجام میدین، در واقع این کالبدهات هستن، نه خود روح. خود روح فقط و فقط زمان مرگ از جسم خروج پیدا میکنه. خب این کالبدهات، این 7 کالبد، هر کدوم از این کالبدها که به یکی از این چاکراهای شما وصله، خب هر کدوم از یه اسمی داره. من اسامیشون رو میگم چون میخوام بریم تو خاطره حالا تعریف کنیم، کلی میگم اسامیشون. مثلا کالبد، اولین کالبد شما کالبد فیزیکیه که به چاکرای ریشه است، کالبد اسیری، اختری، ذهن یا روان، روحانی یا روح، کیهانیه و کالبد نیروانا یا الهی. این 7 کالبد، حالا اسامی که براشون گذاشتم، از مجموع این 7 کالبد شما زمان مرگ یک کالبد که بهش میگن کالبد برزخیه میره در عالم برزخ، میره برای حساب کتاب. اوکی تا اینجاشو متوجه شدین؟ غیر از این 7 کالبد همزادتم که یک موجود دیگریه خارج از این جسم و روح، یه موجود دیگه است، اونم شبیه خودته. چرا شبیه خودته؟ چون با تو متولد شده و به تو وصله و از انرژی جنابالی و ابزارت وسایلت همه چیز استفاده میکنه و محدودیت هایی داره نسبت به اجنه. همزادم یک نوع اجنه است. حالا خب در کل میگن اجنه ولی یک نوع اجنه حساب میشه، یک گونه که شبیه خود انسانن. که شما وقتی یه وقتی تو خونتون مثلا میگی من بابامو دیدم از این اتاق رفت اون اتاق، در صورتی که مثلا بابام خونه نبوده، یا یکی از افراد خانواده رو دیدم، شما در واقع همزادشو دیدین، نه جن وراثتی یا اجنه دیگه، در واقع همزادشو دیدین. چرا؟ چون هر جنی نمیتونه خودش شبیه انسانی بکنه، در دنیای انسانی هم ورود بکنه و تو یه انسان بتونی ببینیش. این خیلی مهمه. ما دنیای خودمونه داریم، این میشه دنیای انسانی. مثلا این دنیای جن‌ها، خب هر جنی نمیتونه بیاد اینجا که تو با این دوتا چشمات بتونی راحت ببینیش، قشنگ به صورت یه انسان از جلوت رد شه بره، ولی همزاد اینو میتونه. در دنیای جن‌ها محدودن، خیلی انگشت شمارن که بتونن همچین کاری رو بکنن. در دنیای شیاطین ولی تعداد بیشتری میتونن این کار رو بکنن، ولی اونا محدودن، نمیتونن پیش هر کسی یا هر جایی بیان. خب این از این. بریم سر وقت این که میگیم آقا این کالبد در دنیای ماورا گم میشه. یعنی چی گم میشه؟ و شما هم اصلا شاید متوجه این موضوع نشید، حتی کسانی که دارن متافیزیک کار میکنن. خب ما چندین سال پیش اون دوره‌ای که حالا ما به صورت یعنی من خودم میگم به صورت سنتی، حالا نمیشم بگیم سنتی چون اصل ماجرا همونه، حالا میگیم سنتی که متوجه بشن تفکیک کنم اینا رو. ببینین خب من به صورت سنتی داشتم مراقبه انجام میدادم، مراقبه های سکوت، مراقبه های مثلا مثل روزه گرفتن، مثل گفتن ذکرهای خاص، مثل ترک حیوانی و از این قبیل مراقبه ها انجام میدادم. مراقبه هایی که مثلا حالا باید فلان لباس بپوشی، مراقبه هایی که باید فلان نقطه بری بشینی، همه این مراقبه هست. در اون مباحث سنتی ما مراقبه رو داریم. حالا امروزه بهش میگم مدیتیشن یا همون مراقبه، ولی داریم. خب یه جوری شد که
رفته رفته داشت صحبت از مدیتیشن تو ایران میشد. مدیتیشن تو ایران، من اینو شنیده بودم. خب شنیده بودم که خب آخه من قبلا مثلا ورزشم میکردم، به خاطر ورزشم مثلا بعضی از کشورها هم رفته بودم، مثلا کیوکوشین کار میکردم. خب یه سری مسابقات هم میرفتیم دیگه، سنمونم بچه بودم، اصلا کلا سنم پایین بود، ولی خب من آشنایی داشتم با ماورا، یه چیزای شنیده بودم، یه چیزای میدیدم. خب از حالا بعضی اشخاص هم تو خود ایران میشنیدم این مسائلو که آقا مثلا مدیتیشن و فلان، اینا آشنایی داشتم باش، یعنی آشنایی کوچیکی باش داشتم، ولی زیاد نمیدونستم یعنی چی. بعد رفته رفته خب هر کسی وقتی دنبال این داستانا باشه خواهناخواه یه سری اساتید رو پیدا میکنه. رفته رفته یه جوری شد که صحبت از یوگا شد. یوگا، مدیتیشن های حالا مختلف داشت تو ایران باب میشد، خیلی کم. اون موقع اینستان نبود و همون واتساپ بود فقط، فکر میکنم. آره اون موقع اینستان نبود، صحبتش بود و یه مثلا خب مرجعی هم ما نداشتیم که مثلا حالا یه کتابی باشه، یه شخصی باشه بری ازش قشنگ بپرسی، تجربه داشته باشه، بفهمی چی به چیه. و واقعا هم برای کسی که تو ماورا ورود کرده جای ریسک نداره که تو ورود بود. هر جایی که گفتن آقا مثلا بیاین این تمرین انجام بدی، بودو بری انجام بدی، کسی که تجربه ماورایی داشته باشه بیگدار به آب نمیزنه. اصلا این جزء اصول این ماجراست و بحث ترس نیست، بحث احتیاطه و بحث ناشناخته هایی که تو باشون آشنایی نداری. خب ما همون قدیما، من یه دوستی داشتم که با خودم حالا تمرین میکرد، یعنی با هم بودیم و ایشون هم خب همون سبک خودم ها، همون سبکای سنتی، اساتیدی داشتیم، پیش اساتیدمون میرفتیم و بقولن اونجوری نبود که چشمش باز بشه. خب چشمش باز بوده باشه یعنی از بچگی و اینا، ولی رفته رفته بله چشمش باز شد. آره خلاصه ما رفیقمون خب این هم دیگه مثلا دیگه یواش یواش چشمش باز شده بود، خیلی یه سری چیزا رو میدید، نه که بگیم کامل چشمش باز شده بود، نه یه سری چیزا رو حالا میدید، یه سری چیزا رو متوجه میشد، بیشتر توی برون فکنی، یعنی بیشتر میتونست برون فکنی ها رو انجام بده. حالا نه مثلا خیلی قوی، اون موقع اینجوری نبود، الان ماشاءالله خیلی قویه، چشمش هم بازه، از منم سنش بالاتر بود و هستش هنوز خدا رو شکر. خب این دوستمون یه مدتی من ازش خبر نداشتم، بعد از یه مدت البته منم خوزستان نبودم و حالا خب برگشتیم و اینا دیدمش. این زمانی که اومد پیش من شروع کرد مثلا با من صحبت کردن، همدیگه رو دیدیم، وقتی حرف میزد این صداش منو اذیت میکرد. خب حالا شاید خیلی ها ندونین عزیزان، ولی وقتی یه نفر فرکانسش خیلی منفی بشه حالا فرق نمیکنه، مثلا یه نفر که زیاد گریه میکنه، یه نفر که زیاد قصه میخوره، یه نفر که افسرده شده، خب یه نفر که مثلا تو مباحث ماورایی یا متافیزیکی یا مدیتیشنی یه کارهای اشتباهی رو انجام داده، توی تاریکی ورود کرده یا کالبدهاش مشکل پیدا کردن، کلا فرکانسش اومده پایین، روی صداش خیلی تاثیر میذاره و متاسفانه عذر میخوام اینو میگم ولی واقعیت امره. خب متاسفانه اکثرا مردم این مشکل رو دارن و کسی که فرکانسش میره بالا این صداه اذیتش میکنه. میدونید یک از دلایلی اشخاصی که مثلا فرکانسشون میره بالا، اشخاص واقعی ها، نه کسایی که فیلم بازی میکنن، نه اشخاص واقعا نمیتونن مثلا زیاد با تلفن صحبت کنن، نمیتونن زیاد توی جمع بشینن، خب نمیتونه زیاد با یه نفر وایسشو گوش بده، مثلا کسایی که سنگینن، یعنی احتیاط میکنه، احتیاطات لازم رو انجام میده. خلاصه این دوستم اومد پیش من، حالا من بعد مثلا خیلی وقت دیده بودمش و صحبت اینا، من دیدم این صداش داره اذیتم میکنه، یعنی صداش انگار اصلا
مثل یه مته بره تو سرت، این حالتی. بعد بهش گفتم داری چی کار میکنی؟ توی مدت جایی رفتی کاری انجام دادی؟ گفت نه اتفاقا کار خاصی نیست که فکر بکنی. گفتم دعا نویس شدی؟ رفتی قلم زدی؟ گفت نه به خدا فلان. نه دعا نویس نشدم. گفت خب چرا این صداه سنگین شده؟ اصلا صداتو نمیتونم تحمل بکنم. گفت واقعیتش الان خب بنده خودم یکم حالا تعجب کرد اینا، البته مپسش هم خودش میدونست، یعنی میدونست که یه نفر فرکانسش میاد پایین، از یه حدی دیگه خیلی میاد پایین تر، صداش آزاردهنده میشه برای اونایی که فرکانسشون بالاه، چون خودش هم قبلا همینطوری بوده، میدونست این مسئله رو. بهش گفتم صدات خیلی داره اذیتم میکنه، حالا یا سنگین شدی یه اشتباهی رو انجام دادی دیگه، چه کار کردی؟ گفت واقعیتش یه گروهی هستن، یه تعدادی هستن، اینا اصطلاحاً مدیتیشن گروهی انجام میدن. گفتم اون زمان حالا ما مدیتیشن فقط شنیده بودیم، مثلا نمیدونستیم زیاد چی جوره. حالا من خونده بودم، یک سری کتابا هم خونده بودم در مورد این مسئله، ولی میگم اونجوری نبود که یه نفر بیا قشنگ برات توضیح بده اصلا چی هست چی نیست، یا بخوای ورود بکنی داخلش. خب منم کنجکاو شدم، به دوستان گفتم آقا بریم، من میخوام بدونم داستانی چیه، مثلا چجوریه اینا. گفت آقا میشینن یه نفر هست، یه استادی هست و واقعا خط میده، همه با هم مدیتیشن انجام میدن اینجوری و فلان اینا، بیا بریم. منم کنجکاو به خاطر که بدونم چیه، علاقم به این داستانا داشتم شدیدن، رفتم باشون. خب به همین دوستم هم گفتم بهشون نگو که مثلا حالا من میبینم یا تو این وادی هستم، بذار فکر کنن من جدیدم، هیچی نگو، بذار ببینیم چطوریه. خلاص ما رفتیم، اینا مدیتیشن گروهی انجام میدادن. خب می نشستن، به سبک یوگا بود، یک سری تمرینات انجام میدادن، یک سری نرمش ها انجام میدادن و خب حالا یک سری صحبت ها میکرد اون استاده، یک سری صحبت های انگیزشی میکرد. بعد از صحبت های انگیزشیش دیگه میرفتن تو مراقبه کردن. مراقبه هایی که انجام میدادن مثلا اون استاد خط میداد ورود بکنیم به فلان جا اینجوری و اونجوری، و که خب هم مثل همه مراقبه ها و مدیتیشن ها با تنفس شروع میشد، با تمرکز و فلان اینا. اون استاد اونم چشماش بسته بود ولی زبونن یه سری چیزا رو میگفت، دیکته میکرد و این اشخاص هم گوش میدادن و مثلا میگفت اتصال به من بزنین، اتصال کامل میزنیم به هم دیگه و از این حرفا. یعنی همه اعلام میکردن، تمام آدمایی که اونجا نشسته بودن مراقبه بکنن همشون زبونن میگفتن که آقا ما میخوایم به هم دیگه اتصال بزنیم و اتصال میزنیم مثلا به استادمون و میخوایم در فلان نقطه بعد فلان قرار بگیریم. میدونین مثلا انرژی، حالا جالبه جملاتشون هم جملات خدایی بود ها، نه که جملات درست بود، نه که بگیم جملات بدی بود، نه، ولی همین اتصاله و قرار گرفتن. میگفتن ما در بعدهای بالاتر قرار میگیریم و از انرژی مثلا الهی استفاده میکنم و این حرفا. خب من مثل اینا نشسته بودیم دیگه، داشتیم چی میکردیم و جالب بود. میدونی خب بخورم روشن میکردن، شمعم روشن میکردن، مثلا دایره وار که نشسته بودن کلی شمع و بخور و اینا هم بود. من که مثلا جدید بودم با اینا، تو دایره اولیه بود، مثلا 2 تا دایره بود، تو دایره پشتیه بودم. و جالب اینجاست حتی به شاگرداش میگفت مثلا فاصله بگیرین از شخصی که جدیده. من بودم و یکی دیگه شخص دیگه بود، اونم نمیشناختمش، اونم جلسه اولیش بود، از ما مقداری فاصله میگرفتن. چرا؟ مثلا ما فرکانس پایینا بودیم، میگو اینا فرکانسشون پایینه، اینا فاصله بگیرن و تداخل نشه و این حرفا. خب میخوام برسیم به کالبده، من باید سریع بگم که برسیم داستان کالبده براتون تعریف کنم. خب آقا اینا مدیتیشن های گروهی انجام میدادن و هر روز هم این کار انجام میشد، یعنی کار هر روز بود. خب ما هم میرفتیم هر روز 2-3 ساعتی اونجا بودیم و میخواستم بدونم واقعا چیه، میدونی
واقعا این چیزی که میگن آقا تو میری در بعد فلان، در لایه فلان، فلان نور رو میگیری، کائنات برات تو اینجوری میکنن اونجوری میکنن. خب میخواستم ببینم واقعا همینه یا اشتباهه، یا اینکه یه چیزای قاطی داره. خب کلا میخواستم بدونم چیه. میگم خیلی وقت پیشم بود، اصلا من نمیدونید، خود من واقعا نمیدونستم چیه. خلاصه ورود کردیم و اولی که شروع کردیم و خب شمع‌ها رو که روشن کردم، من ورود یه سری موجودات رو حس کردم. خب چشمامونم بسته بود، حس کردم دارن میان. قشنگ 5 تا موجود وارد شد تو همون جمع. 5 تا موجود ورود کرد. بخورم روشن بود، کلا بوی بخور اونجا رو گرفته بود و خب ما هم تو حالت اون مدیتیشنه بودیم و من می‌خواستم ببینم چی میشه و زوم شده بودم رو این موجودا که ببینمشون. من ورودشون احساس دیدم، متوجه شدم کامل و نگاه که میکردم موجود نورانی من ندیدم. واقعیتم موجودات تاریکی بودن، نورانی نبودن اصلا و منم کنجکاو میخواستم اینا حالا چه اتفاقی میفته، چه چیزی میشه و اینا همطور بودن دیگه و بالای سر این اشخاص قدم میزدن. همین موجودات مثلا اینطوری حرکت میکردن، میومدن بالا سر دیگه، اینجا طرف نشسته و پشت سرش بودن میچرخیدن و یه موجود دیگه بود با دستاش حرکتی مثلا انجام میداد. حالا اینا رو کار نداریم، دوست ندارم بره تو فازی که بعضیا مسخره میکنن. خب تا رسید به جایی تو این جلساتی که ما میرفتیم و این موجودات همیشه می اومدن، دقیقاً بخور که روشن میکرد، شمع که روشن میکرد، یه 5 دقیقه بعدش 10 دقیقه بعدش این موجودات می اومدن و همیشه بودن و با اینکه اون خانم نمیدید اصلا، ولی خب یه جوری رفتار میکرد تو مدیتیشنش انگار داره میبینه و خب خط میداد به همه، میگفت الان ما رسیدیم به یه گوی طلایی، از گوی طلایی ور میداریم میذاریم تو جسم خودمون، میذاریم تو جسم خودمون. این خانم مدیتیشنش به چه شکل بود؟ همین استاده رو میگم. میگفت آقا شما تصور کنین میایم بالا، خب میرین در یک دنیای نورانی، یک سری گوهای طلایی هستن و شما از این گوهای طلایی انرژی طلایی ور میدارین میذارین رو سینه‌تون و این انرژی که ور میدارین به شما شادی میده، به شما برکت میده، مثلا به شما سلامتی میده. خب و تکرار میکرد من شدم سرشار از عشق و یه همچین جمله ای داشت. نکته اینجا بود، زمانی اول که اون استاده نمیدید، خب یکی، دومی که زمانی که ما ورود میکردیم، من که انجام نمیدادم واقعیتش، فقط داشتم چک میکردم چی به چیه. زمانی که این شروع میکرد به گفتن این که آقا شما گوی طلایی، از این گوی طلایی انرژی ور میدارید، این موجودات، این 5 تا، خب این موجودات تاریکی که بودن، اینا یه سری حرکات از خودشون در می آوردن و من اون موقع آشنا نبودم با این مسئله که آقا چرا الان این موجود مثلا اینقدر دستش حرکت میکنه یا یه سری کارا انجام میده، میدونی؟ نمیفهمیدم چیه و شک کردم به این قضیه. گفتم یه ارتباطی بین اون گوی و این موجود هست. خب یه ارتباطی هست دیگه، زمانی که اینا ور میدارن رو بدنشون میذارن، این موجود حالتش خیلی بهتر میشه و یه سری حرکات در میاره. و جالبه چند تا از این افرادی که می نشستن تو مدیتیشن نشسته بودن، این موجوده خیلی رو اینا، موجوده که میگم چند تاشون رو اینا خیلی زوم بودن و هر وقت اون اتفاقی میافتاد توی مدیتیشن دقیقاً بالای سر بعضی از اینا میرفتن. اوکی تا اینجا شما متوجه شدین؟ و یکیشون بود که بسیار وحشتناک بود و یه شنل مشکی داشت، حالتی یه کلاه هم این حالتی داشت، مثل انگار کلاه که نه، مثلا یه چیزی رو انگار رو صورتش باشه. اون قشنگ پشت سر اون استاده وای میساد و همیشه همین تکرار میشد و همون اشخاص بودن که فقط اینا پشت سرشون تو اون حالت وای میسادن تو اون یه لحظه. و وقتی حالا طرف مثلا انرژیشو از گوی طلایی ور می داشت
برگشت میخواست بزنه تو تصوراتش تو مدیتیشن، این موجود هم میومد عقب‌تر، حالا میرفت سر وقتی کسایی دیگه. تو این داستان ها من فکر میکنم جلسه یه هفته بود، حالا دقیق تو ذهنم نی، حالا یه هفته 10 روزی بود من میرفتم با اینا و بیشتر به خاطر کنجکاویه و میخواستم بدونم واقعا چه ارتباطی بین این هست. آیا میگم که نمیدونستم آیا مدیتیشن اصلا درست هست یا نیست. میدونی میخواستم پیدا کنم دیگه این فلسفه رو. یک مراقبه ای اومده که با فرهنگ ما یا با دین ما فرق میکنه، سبک مراقبه های جدید ورود کرده و خیلی هم بهبه و چه داره و خیلی ها جذبش میشن. نکته جذبه خیلی مهمه، خیلی ها جذب این میشن و منم چون تو این وادی بودم دوست داشتم، تمرین میکردم، اساتیدی داشتم، خب دوست داشتم بدونم اینا دارن چه کار میکنن، آیا این درسته یا اشتباهه. اگر درسته چرا ما نداشتیمش در طی این چندین هزاران سال پیش، یا البته به این شکل نداشتیمش، داشتیم نه به این شکل. خب اینا همه سوالاتی بود که باعث میشد من بیشتر کنجکاو بشم و بدونم چی بشه. از اون ورم یه چیزایی میدیدم دیگه، میفهمیدم چی بشه. تا 7 روز 10 روز حالا یادم نمیاد چندین جلسه که رفتیم میگفتن جلسه اسمش یادم رفت، مثل حالت درمان بود، میدونین، خروج ارتعاش همچین چیزی بود فکر میکنم، خروج ارتعاش منفی، حالا درمان، یه حالت جلسه درمانی بود. مثلا یه نفر که حالش خوب نبود میومد، اینا همه برای حال خوبی این مثلا دعا میکردن، مدیتیشن انجام میدادن و اتصال میزدن و این شخصی هم که مریض بود خودش هم اعلام میکرد، اتصال میزد، متوجهین؟ و زمانی که اینا، خب طرف میومد مثلا مریض بود، طرف میومد مشکلات داشت، مثلا طرف میومد چکش برگ خورده، خب برای من خیلی خنده دار بود، متوجهین؟ خب میدونستم آقا ما تو وادی نور نداریم این داستان ها رو. طرف مثلا چکش برگ خورده میومد مینشستون به صد، اعلام میکرد، اتصال میزد، اونا اتصال میزدن که مثلا چکه پاس بشه، برشکست نشه، فلان نشه. طرف میومد مریض بود، عجه نزدش میکردن مثلا، خب مینشست اونجا، اتصالات زده میشد. و جالب اینجا بود یه خانومی را آوردن، حالا برسیم به کالبد. یه خانومی را آوردن، من توی جلسات اول دومی که میرفتم پیش اینا، این بودش مدیتیشن میکرد. خب اون بار من 1-2 بار دیدمش مدیتیشن میکرد، من مدیتیشن گروهی. حالا بعد از مثلا 1 ماه دوباره اینا آوردنش، این خوابای بد میدیده، کابوس زیاد میدیده که انگار یک جنی توی خواب اذیتش میکرده. آوردن گذاشتنش اون به صد، خودش اتصال زد، اونا هم اتصال زدن، اعلام کردن و مراقبه رو شروع کردن. و منم طبق معمول بهونه می آوردم، میگفتم جدیدم فلان هم بهمانم، هیچ چی نمی گفتم، هیچ اتصالی نمی زدم و خب میگفتن خب در همون حالت مراقبت بشین، تکون نخور. خب منم میخواستم تحقیقاتمو بکنم. خلاصه اینا آوردنش زنه رو، دختر جوونی بود، آوردنش وسط و اتصالات زد که این خوابش خوب بشه و واقعا هم خوب شد. و جالب اینجا بود زمانی که زده بودن من دیدم، به عینه دیدم یه دود سیاهی از پشت سرش خروج کرد، دود بوده قشنگ. خب اون زمان من میدونستم این باد جنه، با باد جن آشنایی داشتم. از تو سرش اومد بیرون، از اینجا پشت کلش و گردنش خروج کرد و این زمانی که اومد بیرون همون موجودات بود 5 تا که میگفتم، همونا میگه با دست گرفتنش، مثلا با دست گرفتنش و توی حالتی که انگار خودشون یه وسیله داشتن گذاشتنش بردنش. این باد جنه رو من قشنگ دیدم و این خانم حالش خوب شد. نه که حالا همون موقع، خب تو جلسات بعدی دیگه می اومد، مرتب می اومد،
نه برای درمان، می نشست مدیتیشن میکرد. خب حالا بعدم صحبت میکردیم، میگفت آره من دیگه به اون شکل کابوسا رو نمیبینم، کم شده. مثلا قبلا اگر همیشه بود الان شده مثلا 2 روز یه بار. میگو قبلا مثلا با اینکه اون موجود رو من حتی حس میکردم کنارم، ولی الان دیگه حس نمیکنم. و این برام جالب بود، خیلی برام جالب بود. گفتم یعنی مثلا یه موجود سیاهی اومده یه موجود سیاهی رو کشیده بیرون و خب گرفتنش، چیکارش کردن؟ نه بینش بردن نه چیزی. خب وقتی هم ازش میذارنش توی چیزی 100% میخوام ببرنش یه جای دیگه ازش محافظتی بشه، حالا یه استفاده بشه دیگه، حالا اونو کار نداریم، اونو بعدها میگیم در موردش. و رفته رفته تمام کسانی که تو این جلسات می نشستن توی جلسات درمانی هم می اومدن. من کلن فکر کنم حالا یا 3 ماه یا 4 ماه می رفتم، دقیقه یادم نمیاد، حالا کمتر و بیشترش. رفته رفته همه اون کسایی که توی مدیتیشن گروهی شرکت میکردن هفته یه بار اون وسط می نشستن یه مشکلی داشتن، یعنی جلسه درمانی یا جلسه پاکسازی. یادم رفت یه اسمی داشت، ببخشید ارتعاش نمیشه، یادم رفت یه جلسه اسمی خودشون میگفتن. می نشست اون وسط مثلا یه جلسه پاکسازی روش انجام میدادن. خب رفته رفته جمعیت هم زیادتر میشد، هر سری مثلا ما هر روز یکی داشتیم اضافه بشه. و خلاصه من برام سوال شد، گفتم خب اینا چرا اینجوریه که خب اگر حالتون خوب میشه، خب بعد خودشون هم میگفتن، خودش میگه من حالم خوبه، اوکی هم درستم. خب اگر اوکی چرا باید هفته یه بار بشینی اون وسط؟ اگر اوکی چرا باید اتصال بزنی؟ این اتصالات یعنی چی؟ خب این خیلی ذهنمو درگیر کرده بود تا میگم همون خانومی که از پشت سرش چیزی اومد بیرون، اون خانم دیگه خیلی حالش بد بود، دیگه به یه جای رسیده بود تشنج میکرد، قش میکرد، از حال میرفت تو هر حالتی. مثلا چیزی که خودشون میگفتن، مثل که مادرش بهش گفته بود برو ظرف بشو، این حین ظرف شستن مثلا قش کرده، حین فلان قش کرده، دختری اینجوری شده بود. و براش یه سری جلسات مثلا پشت سر همی میذاشتن که مثلا اینو درمانش بکنن. دیگه اینجاها بود من کلن بدم اومده بود، فهمیده بودم این اتصالات همش کاملا تاریکیه و این موجوداتی که وای میسن بالا سر اینا دارن از اینا تغذیه میکنن، انرژی رو ور میدارن. توی تمام مدیتیشن هایی که انجام میدادم بلا استثناء لحظه هایی بود که اون موجود یه کار خاصی انجام میداد و یه انرژی خاصی رو میبرد. دقیقا مثل همون که میگم مثلا میگفتن از این گوی طلایی انرژی وردار تو خودت بذار. خب از این مدیتیشن های این مدلی هر روز بود دیگه و هر روز هم اینا استفاده میکردم. و جالب اینجا بود رفته رفته موجودات دیگه ای هم بودن ولی اونا اصلا نزدیک نمی شدن، اونا همه بیرون اون خونه وای می سادن و فقط همین 5 تا بودن که داخل بودن، کم و زیاد نمی شدن. ولی اونایی که بیرون بودن بله زیادتر می شدن. و خب بالاخره ما این اشخاص هم شناخته بودیم دیگه، مثلا تو کوچه و خیابون هم می دیدمشون یه وقتایی، منم بازاری بودم دیگه، مغازه‌دار بودم. خب مثلا میدیدم طرف همون شخصی که داره مراقبه میکنه با اون جنی که بیرون خونه استاده مثلا هستش، مثلا دنبالشه. خب دیگه کلن فهمیدم یه چیز درستی نیست. فهمیدم که آقا در کل این نمای داستانه. اون شخصی که اونجا ایستاده به خودش میگه استاد، اون اصلا هیچی رو نمیبینه و فقط داره به اینا یه چیزی رو انتقال میده، یه چیزی رو دیکته میکنه و اونا هم دوباره دارن همونو میگنش، تکرارش میکنن و این وسط ضعیف میشن، یه موجودات دیگه دارن قوی میشن، موجودات تاریکی. و اینا رفته رفته جسمشون تحلیل میره، یک سری بیماری ها میفته تو بدنشون. رفته اوایلش خوبه ها، اوایلش هر که میومد خوب بود،
اصلا تا شاید 1 ماه اول هم خوب بود، بعدش یهو داستانا شروع میشد. بعضیا بودن مثلا 2 روز خوب بودن، یهو داستانه شروع میشد، میدونیم. و اصلا درست نیست فلسفهش. تا اون خانمه که گفتم عجیب چی عروس سرش در اومد، اونو دیگه به یه شرایط بدی آوردنش، واقعا قش میکرد، از حال میره، بدن دردای خیلی بدی داشت. من خیلی ناراحت شدم که همون روزم با اون استاد خیلی کل کل کردم و واقعیت رو بهش گفتم. دیگه گفتم این مسخره بازی چرا انداختین؟ اینجا 4 تا موجود وای میسه، اینجوریه اونجوریه، که مثلا بعد به من گفت مثلا شما گفتم آره بابا همه من روز اول حواسم هست. این داستانه چیه شما دارین در میاری، مردم رو داری مریض میکنی و حتی به این فکر نمی کنی که آقا چرا این آدم که با پای خودش اومده تو مدیتیشن گروهی شما، چرا بعد از مثلا یه مدت طولانی دیگه نمیتونه، باید با پتو بیارنش، با برانکارد بیارنش. خب این چه وضعشه؟ این چه مدیتیشن کردنیه؟ این چه برون ریزی کردنیه؟ اصلا اینجور درست نیست که. خب خیلی باش جربه هم شد و با ناراحتی خب کلا دیگه من که نمیخواستم، من آمده بودم یه تحقیقی بکنم، ول کردم رفتم. تو اون سالم یه دفتری رو داشتم، تو اون دفتره می نوشتم تمام هر اون چیزایی که داشتم رو می نوشتم. خب میرسیم به اونجا کالبد. ببینین من توی برون فکنی، خب برون فکنی میکردم و برون فکنی به این شکله که شما وقتی اوایل میفتی داخلش خیلی زیاد برات اتفاق میفته، یعنی هر شب احتمال داره روزی 2 بار 3 بار این اتفاق بیفته و یه جوری میشه که این کالبد تو انگار تو این جسم بند نمیشه، متوجهین؟ میپره بیرون، میاد بیرون و تو لایه های مختلف دنیای موازی میره. و خب اون موقع ها من خیلی دوست داشتم فلسفه همزاد رو بدونم که اصلا چرا این شکلیه، این کارش چیه، چه محدودیتایی داره، برخلاف اون چیزی که هنوزه خیلی ها اصلا خیلی هم مباحثه، مثلا این دعانویسا خیلی هم مباحث رو میندازن گردن همزاد، در صورتی که میدونستم این شکلی نیست. و همون موقع خیلی تو برون فکنی من میخواستم این قضیه رو بدونم، یاد بگیرم، مثلا بدونم چیه، مثلا اینا اصلا کجا میمونن، اگر یک همزادی مال یک قبیله یه تو قبیله میمونه، جای خاصی دارن همزادهای کل انسانها، محافظایی دارن، چجوری هستن. خیلی تو برون فکنیم خیلی در مورد این تحقیق میکردم تا یه برون فکنی انجام داده بودم. توی یه لایه رفته بودیم، یه شخصی بود که اون شخصم حالا غریبه نبود، مثلا دوستمون بود، حالش خوب نبود و مشکل همزادی داشت، واقعا همزادش گیر کرده بود، یعنی رفته بود جادو گرفته بود با خاطر همزادش. بهش گفته بودن به قولن تو هر جا میری خواستگاری به جواب رد میدن، همزادت عاشقت شده، همزادت نمیذاره تو ازدواج کنی. این رفته بود پیش یه دعانویسی یه قفلی قدی گرفته بود، همزاد این شخص رو قفل کرده بود. خب قفلش کرده بود، اون قفله هم انداخته بودن کجا؟ ته چاهی. حالا بیا برو یه قفله رو پیدا بکن، یه قناتی ببخشین، حالا بیا برو قفله رو پیدا بکن. خب این بنده خدا هم دیگه مریض شده بود، همزاد وقتی قفل بشه مریض میشه شخص، حال خرابی های بدی داشت کلن. و من توی برون فکر دقیقا همون دوره بود که من خیلی دوست داشتم ببینم همزاد چی به چیه داستانش. توی برون فکنی میخواستم همزاد این شخص رو پیدا بکنم. خب ما طلسم رو پیدا نمی کردیم، طلسم طرف رفته بود انداخته بود تو قنات و حالا جالب اینجاست نمیدونست توی یکی انداخته تو اون انداخته، اصلا داستانی بود. این اصل طلسم پیدا نمیشد که ما این قفل رو مثلا بشکنیمش، روش مثلا حالا گلاب بریزیم، قرآن بخونیم، اینو باطلش بکنیم، این پیدا نمیشد. خب حالا باید چه کار کنیم؟ یه موجود همزادی داریم در ماورا قفل شده. خب این کجا قفل شده؟ کی اینو قفل کرده؟ خادمین اون طلسمه، اینو بستنش. خب کجا بستنش؟ اصلا خادمین این طلسم کیا هستن؟ از کدوم قبایل هستن؟ از کدوم نوع گونه هستن؟ از مثلا اجنن، از موجودات دنیای سایهان، از کدوما شیاطینن،
افریت ها هستن، کیا هستن اینو بستنش، این همزاده رو، و خیلی سخت بود. خب به هر حال موقع من تجربه الانمو نداشتم، تا با داستان برون فکنی خواستم همزاده رو پیدا بکنم و خیلی روی زوم بودم رو داستان همین همزاده این شخص. و خب برون فکنی میکردم، تو حالت دنیای موازی ورود ماورا میرفتم. خب میگشتیم، حالا نمیخوام زیاد اون چیزا رو خاصش رو بگم، مجموعه بودیم دیگه، میگشتیم که اینو پیداش بکنیم، ردی ازش بزنیم. تو یکی از این برون فکنی ها من خیلی اتفاقی، یعنی چطور بهتون بگم، یک دالونی بود، ما باید از این دالونه رد می شدیم، از این دالون رد می شدیم می آمدیم اینور دیگه، مطمئن بودیم این همزاد اینجا قفله. خب دیگه مطمئن بودیم و باید از یه دالونی رد می شدیم و این دالون هم که بهتون میگم مثلا به اندازه خیلی بزرگ بود، مثل تونلای دیدی تو کوه ها میزنن این حالتی، مثل یه تونل بزرگ که توی کوه میزنن مثلا ماشینت توش رد میشه، مثل این حالت. حالا و این ورش خب یه حالت قصر مانندی بود، ولی نه قصری که فکر کنی قصر شیکیه، نه، یه حوضی وسط بود و دور تا دورش همینطور ساخت مثل حالت اتاق ستوندار، دوباره اتاق دوباره همینجور رو هم دیگه برو تا بالا، مثلا اون تهش رو خوب نمیتونستی ببینی، ولی یه حوضی وسط بود. این حوض هم پر مثلا آب گند بود، آب سیاه تو این حوض بود. همزاده تو یکی از این دالونا بسته شده بود، اینجاها بسته شده بود. خب ما بعد از این تونل رد می شدیم و اینم اینجایی هم که بهتون میگم در دنیای سایه هاست، نه مثلا قبایل اجنه و اینا نیست، اصلا خیلی پیچیده است. حالا میگم دیگه مجبور شدیم در مورد کالبودا صحبت کنیم، اینا رو دارم میگم. خب ما باید میرفتیم از این ور، اونجا میرسیدیم. حالا تو این تونل انواع موجود ماورایی بود، یعنی شما هر چیزی رو که تصور کنین، البته موجوداتی که حیوانی هستن، مثل خرچنگ بزرگ، نمیدونم چی بهش میگن، عقرب بزرگ، همچین چیزایی تو این تونله. ما که خواستیم بریم، اون کسی که اونایی که همراه من بودن گفتن اینجا وقتی رد میشی هیچ چی نباید بگی، یعنی هیچ صدایی نباید از در بیاد و خیلی آهسته میریم و زمان خیلی کمه، باید یک سری چیزا رو بخونیم که اینا خواب برن، همشون خواب برن، حالت مثلا خشکش میشه میره تو خواب و متوجه حضور ما نمیشن. اگر متوجه حضور ما بشن ما هم اینجا گیر میکنیم. اوکی؟ متوجه حضورمون بشن ما اینجا گیر میکنیم و دیگه نه برگشتی هست نه خروجی از اون. خب اونا خودشون بلد بودن چه کارهایی انجام بدن، اینا رو خوابوندنش. ما ورود کردیم به تونل که از این بر بیم دیگه، مطمئن بودیم همزاده اینجاست. چرا مطمئن بودیم؟ چون خود شخصی که همزادشو قفل کرده بود این خوابو دیده بود، که مثلا آقا یه جا بستنش. خب ما احتمالات رو دادیم با اون چیزایی هم که میشناختیم، پرسیدیم، گفتن اینجور جایی مثلا چند تا بیشتر ما نداریم که فقط هم تو دنیای سایه هاست و باید اونجاها بریم چک بکنیم. به خاطر همین مطمئن بودیم تو یکی از همینای. موضوع از اینجاست. من زمانی که وارد این تونل بشیم ببین این برون فکنی که میگیم واقعا همین شکلیه، تجرد روح دقیقا همین شکلیه. کسانی که باش آشنایی ندارن یه چیزی شنیدن، فکر میکنن هر وقت کالبدشون در میاد میرن تو آسمونا، میرن فلان جا، چی میدونم جاهای خوب نورانی قشنگ. نه، کالبد دیگه میچرخه تو دنیای موازی، فرقی نمیکنه. و ما رفتیم توی این تونل. من اون خانومی رو دیدم که تو اون جلسه اتصالات گروهی، مدیتیشن های گروهی یه چیزی از سرش در آوردن، بعد قش میکرد حال میرفت. من اونجا دیدمش و اصلا جا خوردم سر این قضیه. خب و جالب اینجا بود اونم مثل حالت خشک شده باشه، فقط چشماش حرکت میکرد، فقط با چشم منو میدید
و خیلی هم وحشتناک شده بود، خیلی هم زشت بود. اولش هم نشناختمش. از تو ماورا، تو برون فکنی قشنگ متوجه میشی که مثلا این جنه یا انسانه، متوجه میشی. و من فهمیدم این انسانه. و غیر از اونم یکی دیگه بود، غیر از اونم یه بچه‌ای بود اونجا، یه بچه مثلا 15-16 ساله، اونم دختر بود. من فهمیدم این انسانه که اینجا چیکار میکنه. خلاصه یه حالتی بود امکان داشت بیدارشون کنیم، که دیگه ما سری رد شدیم، رفتیم اونور، همزاده رو دیدیم و همزاده آزاد کردیم. حالا همزاده میخوایم با خودمون ببریم و اینا همه باید خیلی آروم بره، چون اون تونلی که مثلا حالت ساختمونی که میگم یه حوض سیاه وسطشه، یک سری موجود بزرگ اونجا هستن که محافظن، با کوچکترین صدا میان سر وقتتون. و همزاد و برداشتیم داشتیم میرفتیم. من اینو اینجا واقعا دوست داشتم نجاتش بدم اونجا و نمیشد. رفتیم که بعدش حالا دیگه ما از برون فکنیمون تموم شد و کارامون انجام شد. من رفتم با اون خانمه گفتم، همون کسی که استادشون بود، داستانو براش تعریف کردم. گفتم من همچین اتفاقی برام افتاده و اینو اونجا دیدم و شما داری چه کار میکنی با اتصالات گروهیت؟ طرف اصلا کالبدشو بردن، کالبدو بردن، دارن از این کالبده استفاده میکنن و کالبده یه چیزایی مثل حالت شلنگ مانند بهش وصل بود، انگار یه چیزی از تو بدنش بکشونن، مثل انرژی، مثل فرشته ها رو که گیر میندازن همونه دیگه، گرد فرشته میبرن ازشون. این هم همون حالت داشتن، انرژی های بخش انرژی های کائناتیشو میکشیدن. خب بالاخره این یه بخش کالبد جزئی از روحه، خود روح نیست ولی جزئی از روحه، با انرژی این روح و این جسم ساخته شده. که رفتم بهش گفتم چیکار داری میکنی؟ بابا بنده خدا اوضاعش خرابه، اینجوریه فلان. و وقتی که به این خانم گفتم داستانام شروع شد. همون 5 موجودی که توی مدیتیشن گروه وای میسن، اینا به من اذیتم میکردن، حمله میکردن، تو خواب خیلی اذیت میشدم. تا اینکه خلاصه من رفتم، یه استادی داشتیم هستن، قید حیات هم هست، سلامت باشن، رفتم بهش گفتم یه من همچین چیزی رو دیدم و همچین اتفاقی افتاده، اینو چه کارش کنیم، چه کمکی به این بنده خدا کنیم؟ و نمیشه اصلا. من تو برون فکرم نمیتونیم بیاریمش، چیزایی بهش وصل، اصلا خیلی خطرناکه و هر اتفاقی براش بیفته احتمال داره اون جسم داغون بشه. که بهم گفت براش عقیقه بزنید. که دیگه در مورد عقیقه با من صحبت کرد، گفت عقیقه براش بزن، عقیقه چیز خداییه و مطمئن باشین مسئلهش خوب میشه و درست میشه. که خود همون استاد خودم براش عقیقه رو زد. من با خانواده اون دختر خانم صحبت کردم، برای زدن و بعد از عقیقهش بکنم 4-5 ماه بعد از عقیقهش گذشت، دیگه قش نمی کرد و خوب شده بود و کالبدش برگشته بود. خب تو برون فکنی های بعدی من دوباره کالبداشو چک میکردم، میدم نه همه چی درسته. این اولین باری بود که توی زندگیم با یه کالبد گم شده در دنیای موازی مواجه شدم و اینم خب لطف خدا بود ها. خدا من وقتی بخواد بهت یه چیزایی رو یاد بده این شکلیه که اصلا تو فکرش هم نمی کنی که اصلا یهویی چجوری من باید گذرم به اونا بخوره. و خیلی جالب اینجا بود، بعدها من فهمیدم، نه همون موقع، بعدها شاید 1-2 سال بعدش، همون موجودی که گنده‌ای بود که میگفتن پشت سر استاد وای میساد تو مدیتیشن گروهی، اون یه موجود از دنیای سایه ها بوده و موجودات دنیای سایه ها یه جور بخشی از شیاطین هستن، اجنه نیستن که شما فکر کنی اجنه است و خود سبکشون رو بلدی چجوری مهار کنی به چه شکله. اینا بخشی از دنیای سایه ها هستن، یعنی تو خود اون ظلماته دارن زندگی میکنن و همه سحرها، جادوها، همه سبکا رو بلدن، از انواع و اقسام حصارا رد میشن و خیلی داستانا دارن، خودشون هم حصارهای خیلی خاصی دارن. به این شکل اونا بلدن یه جادویی رو بزنن، اون موجودات بلدن یه جادویی رو بزنن که به راحتی 50 نفر آدم که نشستن دارن مدیتیشن گروهی میکنن انرژیشون رو بگیرن. و وقتی میگیم جادو،
وقتی تو ماورا سبک جادو با دنیای زمینی کلا فرق میکنه، یه چیز دیگه است اصلا. وقتی میگیم اتصال، بله یه چیزی مثل نخ به این باریکی، به این دیده بشه، به این باریکی این نخه که میاد وصل میشه مثلا رو اون نخای شخص، این پشت روی چاکراهاش اون قسمت نخا وصل میشه و انرژی رو میگیره. به خاطر همینه بعد از مدیتیشن گروهی شخص حالش بد میشه، مثلا بعد یه ماه 2 ماه مریض میشه. حالا یا انرژی بیش از اندازه ازش رفته یا کالبدی ازش گم شده تو دنیای ماورا، که بعد من اون موقع ها که حالا مثلا بعد اینکه عقیقه برای زدن و حالا حالش خوب شد و گذشت، من میخواستم بدونم چرا این کالبد مثلا گم شده، چرا اون الباقی براشون اتفاق نیفتاده، یا افتاده یا نیفتاده. خب سوال بود دیگه. و فهمیدم به خاطر ترس خیلی زیادی که شخص داشته، یعنی خود این دختر خانمه که کالبدش گم شده بود، خوف و ترس خیلی زیادی که داشته به این مسئله خیلی انرژی داده بوده. ترس از ماورا، ترس از خوابایی که میدیده، ترس از گرفتاری با اجنه. خب این ترسه باعث شده بوده که خود کالبد آواره بشه و اینا بگیرنش، بدوزن کالبدشو، کالبد زیاد دور بشه. نمیدونم چجوری بگمش. مثلا شما یه شهری رو تصور بکن، شما ساکن یه شهری هستی، شهر خیلی بزرگ، شما با این شهر آشنایی داری، تمام کوچه پس کوچه هاشو بلدی، تمام افرادی که اونجا زندگی میکنن و میشناسی، اونا میشناسنت، کاملا باش آشنایی داری. خب حالا تو از این شهر بری توی شهر دیگه و تو این شهر هیچ کس رو نشناسی، نه آیینشون رو بلدی، نه سبکشون رو بلدی، نه اصلا میفهمی در رحمن در رحم نیستن و اصلا چجوری هن. خب و تو این شهر راهی که بخوای برگردی به اینجا رو پیدا نمی کنی. متوجه چی میگم؟ پیدا نمی کنی. نیست مثل که مثلا بگه مثل دنیا انسانی جاده هست، خب این جاده بره، نه این شکلی نیست که. اونا خودشون جاده میزنه میره. اگر شهرشون و خونه هاشون باشه بله ثابته، ولی این که از نقطه‌ای به نقطه دیگه بخواد بزنه باید تونل بزنه بره. و این موجود آیا میتونه تونل بزنه؟ یه کالبد میتونه تونل بزنه؟ نه. تواناییشو داره؟ بله تواناییشو داره، در صورتی تواناییشو داره که اون انسانه به اون آگاهی رسیده باشه، به اون پاکی رسیده باشه، به اون قدرت رسیده باشه که کالبدش بتونه بزنه. وقتی خودش گیجه، خود اون انسانه داره ترس، استراب، استرس، وحشت، هم تو پویسن هم بیخوابی، استفاده علا از سحر، استفاده از جادو، استفاده از قرص‌های روانگردان، خب مسلم این کالبد گیج میشه و این تمرکزی نداره که بتونه اینو برش، اصلا اطلاعی نداره. خب اگر هم اطلاع داشته باشه نمیتونه برش گردونه، چون تمرکزی وجود نداره و این سردرگم میشه، انتقال میده. این انسان هرچی استرس و حالا همین داستانایی که گفتم زیاد داشته باشه، هم به کالبداش انتقال میده، هم به همزادش، بعد از اون انتقالش میده به روحش. ما یه مبحثی داریم میگیم شخص مزراتی شده. یعنی چی؟ یعنی روحش ترسیده، یعنی ترس به روحش نفوذ کرده. توجین؟ به روحش نفوذ کرده. خب این 7 کالبد اینجاست. اول باید اینا درگیر اون ترسه بشن، اول این همزاده باید درگیر بشه. اینا یه جورایی اصلا محافظ این روح هستن، ولی وقتی همه اینا این ترس و استراب و مدام تجربه میکنن، 1 سال همش وحشت داره، ترس داره، استراب داره، 1 سال همش افسرده است، خودش از این افسردگی نمیخواد در بیاره، یکی یکی اینا افسرده میشن، یکی یکی اینا اون تشنجه بهشون رسیده میشه. اختلالات فرکانسی، متافیزیکی بهش میگن اختلالات فرکانسی. اینا پیدا میکنن، لرزش فرکانسی پیدا میکنن و وقتی از جسم در یک خوابی از جسم دور میشه میبینی نمیتونه برگرده، رفت تو اون شهره. ولی تو وقتی مثلا داری خواب میبینی، اصلا خواب میبینی
رفتی توی یه شهری داری میگردی، اصلا نمیدونی کجاست، اصلا رفتی تو دنیای جنا، رفتی تو یه لایه از دنیای موازی، یه خوابی داری میبینی. وقتی که از خواب بیدار میشی کالبدت برنگشته. چرا برنگشته؟ این پیشینه یعنی از قبل یه کارایی کردی. این اتفاق برای همه مردم نمیفته، برای اون کسی میفته که مدام میره دعا میگیره، سحر میگیره، جادو میگیره، مدیتیشن های گروهی انجام میده، میره مثلا اصلا ترس زیاد داره، وحشت زیاد داره، مدام گریه میکنه، برای هر چیزی گریه میکنه، برای هر اتفاقی باید بشینه ساعتهای شکلی باشه، دستشو بذاره اینجا قصه بخوره. شکست عشقی خورده، 5 سال تو فاز شکست عشقیشه. بله، اینو انتقال میدی به کالبدت و این اتفاق برای کالبدت میفته و برگشت این کالبد واقعا باید به زمان بدی. خیلی ها سخته، یعنی اینایی که کالبداشون گیر کنه اون موجودی که تو اون شهر داره زندگی میکنه، متوجه بشه این میفهمه، درجا میفهمه این انسان گم شده، اونا میگن انسان. خب ولی به کسی که وارد باشه بهش میگن کالبد. این کالبد رو پیدا بکنه، کالبد انسانی ها اسیرش میکنه و ازش استفاده میکنه و اینم راهو نمیدونه و احتمال داره تو اون دنیا ها زندگی کنه، اصلا احتمال داره با یه جنی ازدواج کنه، اصلا بمونه همونجا و هیچ وقت برنگرده. ولی توی انسان مدام خوابای بد میبینی. یکیش همین خوابای جنسی. چرا ما میگیم آقا به خواب اهمیت ندیم، اینقدر به این خواب انرژی نده؟ شاید گیر افتاده با یه موجودی توی عالمی، توی لایه‌ای، توی حبابی، یه جا گیر کرده و برگشت این واقعا سخته ها. برگشت این خیلی سخته. اون که خودت آروم بشی بله میتونی بیاریش، البته اگر گیر نکرده باشه، نگرفته باشنش، که اکثرا اونایی که با سحر و جادو و مدیتیشن های گروهی گیر میکنن. خب باید دیگه حالا کسی رو بفرستی دنبالش بره بیارتش، یه کاری باید انجام بدی که این برگرده. یعنی همینجوری هم نیست بره اونم بگن بله بفرما بیا ببرش، نه این خبران نیست، خیلی داستان داره. باید قدرتی بیشتری رو بفرستی که بیارتش، داستان داره. مثل همون همزادی که گفتم این حالتیه. یا اینکه اگر گیر نکرده باشه، بدهی نداشته باشه، سحر و جادو یا اتصالات گروهی نداشته باشه. اتصالات گروهی تو داری با خواسته خودت این کار رو انجام میدی، داری اعلام گروهی میکنی دیگه، بخاطر خودت خواستی، خودت اذن دادی. وقتی خودت اذن بدی همینه دیگه. ولی اونی که اذن نداده، گروه انجام نداده، نه، اون همون نهایتش یکم سرگردون باشه، فرشته نگهبانش میارتش. ولی وقتی خودت اذن بدی، بری بشینی تو گروهی، بری مدیتیشن انجام بدی، بری بشینی دعا بگیری، بری بشینی سحر بگیری، بری بشینی بعضی از رونیک همون اشکالی که می نویسن و یه سری کارا، طلسم دیگه، حالا طلسمای سبک اروپایی اینجوری بگیم، وقتی بری یه سری کارای این شکلی انجام بدی به هوای این که وضعت خوب بشه، پولدار بشی، ازدواج کنی، این اتفاقا برات میفته. بری یه سری طلسمات و اعداد روی بدن خودت بنویسی، این اتفاقا برات میفته. بری سحر و جادو بگیری با خون خودت انجام بدی، کالبدت میره. چی فکر کردین؟ فکر کردی مثلا رفتی یه سحری رو نوشتی، انگشتو بریدی، یه خون روی زدی، تموم؟ خب یعنی چی؟ معناشو نمیفهمی دیگه و نمیدونی این کاری که داری انجام میدی اون موجود اصلا داره به تو چی میگه. آیا میفهمی؟ نه. همون موقع که داری میگی اذن میدی، اون موجود درخواستشو میده، میگه من 2 تا کالبد میبرم. تو هم که نمیشنوی، میگه بله اوکیه. بعد از چند ماه یا چند سال میبینی افتادی مریض. این اتفاقات. نمیگم همه بیماری ها، نه، گفتم کسانی که مدیتیشن های گروهی انجام میدن، کسانی زیاد تو سحر و جادو کار میکنن، کسانی که قلم میزنن، دعا نویسن، کسانی که فالگیرن،
کسانی که اعداد کیهانی روی بدنشون می‌نویسن، کسانی که با رونیک‌های کیهانی روی بدنشون می‌نویسن، کسانی که میرن تتوی سحر و جادو رو بدنشون انجام میدن، این اشخاص کالبدشون میپره. و واقعا هم سخته ها. اینجوری نیست که مثلا طرف بیاد گریه کنه نه من کالبد میخوام. این شکلی نیست. صبر ندارم، چرا این خوابو دیدم، چرا اون خوابو دیدم. نه اصلا این شکلی نیست. باید صبر کنی. باید صبر کنی. کسانی که خون به بدن خودشون مالیدن، همه اینا هست. کسانی که آینه بینی میکنن. من یکی از مواردی، اینی که براتون تعریف کردم تجربه اولم بود، یکی از مواردی که من داشتم سر همین آینه بینی بود. طرف توی بچگیش رفته بود آینه بینی انجام داده بود، کالبد برنگشته بود. اون آقایی که پارچه میندازه رو سر بچه تو آینه نگاه کن، برو فلان جا اینو بگو اونو بگو، بلد نیست برش گردونه. خیلی هاشون بلد نیستن. ما اگه میدید نیاز به آینه نداشت. پس خیلی چیزا رو بلد نیست که این کالبد آیا برگشته یا برنگشته. 70-80% کالبد بر نمیگرده. و شخص وقتی بزرگ میشه میبینه تو خواب میبینه شوهر داره، تو خواب میبینه بچه داره، تو خواب میبینه یه جا اسیره، تو خواب میبینه یه سری موجودات میان از دور نگاش میکنن. فقط به خاطر همین کار است که تو بچگی انجام داده. بچه کوچیک داری میری براش دعا میگیری گریه نکنه، این بچه خیلی گریه میکنه برم جادو براش بگیرم. خب کالبدش اگر رفت میخوای چیکار بکنی؟ آینده مشخص میکنه. بعد یک سری اساتید میان تو دنیای موازی میان توی دنیای مجازی میگن اگر زیاد مریض میشی عدد فلانو بزگو. بابا چی میگیم برای خودتون؟ خدا وکیلی. خدا رو شاهد میگیرم که حتی خیلی از اینایی که حتی 50 تا کتاب هم نوشتن، اینا تو عمرشون یه دونه جن هم ندیدن، اصلا نمیدونن چیه این مسائل. خدا رو شاهد میگیرم اصلا نمیدونن چیه. طرف مثلا من یکی از پیجا دیدم، یکی از این کلیپا دیدم توی اینستاگرام چند وقت پیش، دیدم که داشت میگفت بعضی از شما همیشه مریض میشید، یکم هوا سرد میشه مریض میشین، هوا گرم میشه مریض میشین، اینجوری میشین اونجوری میشین، بیاین با این عدد یا با این رونیک من درستت کنم دیگه مریضی ازت نره. چه رونیکی؟ بره رو بعد داشت میگفت برین رو بدنتون، فیلمشو میذارم توی اینستا، میگفت بنویسین رو بدنتون، بخششو میبرم براتون میذارم، یا مثلا خون بزنین و فلان. خب این کار خب بدتر میکنه طرفو. این کار معامله کردن با موجودات ماوراییه، موجودی که تو نمیبینیش، موجودی که صداشو نمیشنوی، موجودی که نمیفهمی چی به چیه. اصلا نکنین این کارا رو ها. به خاطر بیماری برین خودتونو بندازین. بیماری برای خودت دقیقه بزن. اگه خدا خواست که نه، خدا میخواد کلا مباحث ماورایی داشته باشی با حقیقت رفع میشه. مباحث جسمی باشه خب باید بری پزشک. تموم شد دارم. این اعداد کیهانی و اشکال کیهانی و سحر و جادو نکنین این کارا رو، علل خصوص برای بچه هاتون. باور کنین برون فکنی رو خیلی ها نمیدونن، با خدا خیلی ها نمیدونن، خیلی ها تجربهش نکردن که بری تو برون فکنی کنی تو عوالم موازی، بچه ببینی که هست تو این، اصلا نمیدونی داستان چیه، نمیشناسیش، اصلا تو دنیا انسانی هم ندیدیش. خب میدونی این یه انسان زنده است و این کالبدشه، داره چه کار میکنه؟ توی خرابه های دنیای ماورا داره میچرخه. یه بچه خب اینجا چه کار میکنه؟ خب برای چند تا باید دل بسوزونید، با چند تا خودتو درگیر کنی نجات بدی؟ تنها راهش چیه؟ که بیای آگاهی برسونی به مردم و بگی آقا نکنین این کارا رو. بچه‌ت اگه گریه میکنه نرو براش جادو بگیر. بچه تو با خودت نبر قبرستون. بچه تو نمیدونم نبر آینه بینی انجام بده. موتورت گم شده بچه تو نبر جلوی آینه بذار. این کارا واقعا اشتباهه.
نمیدونم حالت بده، داری برشکست میشی، برای چی میری مدیتیشن گروهی؟ کلا یه ماه 2 ماه خوبی، بعدش بگیر که درست شد. انواع و اقسام اتصال بهت وصله. خب مثلا برفرض میری عقیقه میزنی، حالا کالبد تو یه جا گیر کرده، خب عقیقه هم زدی، این کالبد آزاد شد، خود تو آیا اصلا نمیپذیری؟ اصلا اینو نمیپذیری، چه من بهت بگم چه کسی دیگه. خیلی ها نمیپذیرن، بهش بگه آقا کالبدت از دوره، اصلا متوجه این مبحث نمیشه. حتی اونایی هم که با تو مسائل متافیزیکی خیلی جاها رفتن، چون این تو چیزها رو جایی نشنیدن و نمیپذیره و مدام اون ترسه، اون استرسه، اون نگرانیه هست. و بارها و بارها من دیدم آدمایی که واقعا تو مباحث ماورایی اوضاعشون خیلی داغونه، اولین چیزی که میگه حالا من رزق و روزیم درست بشه، من رزق و روزیم. میگم بابا چی میگی رزق و روزی؟ من حسابی 3 تا کالبد نداری اصلا کالبد رو نداری. میفهمی یعنی چی؟ الان جوونی مثلا 25 سالته، 40 سالت بشه اینجوری شدی ها، حواست کجاست؟ چرا متوجه نیستی؟ نه من رزق و روزیم برام مهمه. قبول نمیکنن دیگه نمیدونه که آقا تو اگر کالبدت بیاد، همه چی تکمیل بشه، همه چی پاک بشه، اتصالات قطع بشه، همه چی تو رو روال خودش میفته، فقط باید صبر داشته باشی، حوصله داشته باشی. طرف از بس به مباحث جنسی فکر میکنه، ببخشید اینو میگم ها، این آقایونی که همین پیام میدین در مورد این مسئله تو دایرکتامون، از بس به این فکر میکنی، واقعیت همینه که کالبد تو یه جا داره زندگی میکنه برای خودش و رفته تو اون داستان و تو این فرمونو بهش دادی، این ذهنه. چرا آقا این همه عالم بزرگ از اول خلقت تا الان هی دارن میگن آقا این ذهنتون رو بسازید، این ذهنتون رو از حاشیه ها پاک کنید، این ذهنتون رو آروم بکنید. خب فقط این دنیای انسانی نیست که، دنیای ماورات هم هست. شما واقعا دارین تو این این خوابی که میبینین چیه؟ خوابی که میبینی چیه؟ شما که تو خونت خوابیدی، روح هم که فقط زمانی که میمیری در میاد. خب این خوابی که داری میبینی کالبداتن دیگه. وقتی استرس بش بدی انگار روی آتیشه، نمیتونه یه جا بم بشه، هی دور میشه ازت، هی فاصله میگیره. فاصله برای چیه؟ که این استرسی که تو داری بش میدی اذیتش نکنه. تو یه انسانی 4 عنصری، قدرتت فوله. اگر مثلا بخوام بگیم انگار یه موتور برق خیلی زیاد به این یه موتور برقی، یه برق فاز بالا به این وصل کردی، خب اذیت میشه، همش رو ویبره است. حتی اگه همزادم باشه، این به هر موجودی که بهت اتصال زده باشه فرقی نمیکنه. اینا که دیگه کالبدن، هی دور میشه که هی فشار کمتر شه و احتمال داره گم بشه توی این دنیاهای موازی و احتمال داره اصلا نیاد دیگه، اصلا خودش نخواد بیاد. اینا یعنی البته برای این از هر 2000 نفر برای یکی پیش میاد که اون خودش نخواد بیاد. معمولا هم تو همزادا پیش میاد. کسانی که همزاداشون رو میبندن و قفل میکنن، اینا معمولا وقتی همزادشون رو آزاد میکنی گردن نمیگیرن طرفو، ازش خیلی فاصله میگیرن و کمکش نمیکنن، مراقبت ازش نمیکنن، در مقابل انرژی خارها و باد جن و این داستان ها دور میشن و اعلام بی‌طرفی میکنن دیگه، هیچ کاری ندارن. مخصوصا کسایی که میرن زیاد دعا میگیرن، خب موکلین دعاها میان همزاده شما رو میزنن یا زندانیشون میکنن، اذیتشون میکنن. با خاطر نمو همزاد وقتی پاکسازی میشه خوب میشه کاری باید نداره، میگه ولش کن به من چه. و دنیای اونا زمانش با دنیای ما خیلی فرق میکنه، اینو در نظر بگیرید. انشالله که موفق باشین. این از کالبدها. پس شما هرچی آرامش داشته باشین، ذهنتون آرومتر باشه، کالبد شما هم ازتون فاصله نمیگیره یا از بین نمیره یا داغون نمیشه. اگرم کالبدی در کل از بین رفت، یعنی متلاشی شد، خب
شما هر چی خودتو به خدا نزدیکتر کنی، نمازت، قرآنت، دست به خیر بودنت، اخلاق خوب، مهربونی، روی همه اینا کار بکنی و در کنارش هم مراقبه مثلا سکوت انجام بدی، خب کالبد دیگری شکل میگیره. اونجوری نیست که دیگه شکل نگیره، شکل میگیره، درست میشه، ولی زمان نیاز داره. و کالبدی هم که برمیگرده باز زمان نیاز داره که مچ بشه، اصطلاحاً ترمیم بشه، زخماش میگیم خوب بشه، یه همچین حالتی، فرکانسش باید مچ بشه چون خیلی دور بوده. همه اینا هست. اگر میبینی مثلا یه مدت طولانی همش پادرده، هر کاری میکنی هنوز پادرده هست، مال همینه. بذار یواش یواش خودش درست میشه، آروم میشه. اگر میبینی هنوز داری خوابای بد میبینی، کالبدت هم که اومده باشه، وقتی تو به خاطر یه خواب این همه تشنج درست میکنی، دوباره دور میشه، دوباره میاد، دوباره میره. یه همش همین داستانه. نمیذاری آروم باشه. همین. وقتی آرامشو بدی دیگه خوابای بد نمیبینی، دیگه خوابای داستاندار نمیبینی. به خاطر همین من خیلی وقتا میگم دوستان همه چی اجنه نیست. بخاطر همینه دیگه. رفتارت، اخلاقت، نفست بساز. نفست ساخته بشه تو 7 تا کالبد داری که مثل شیر ازت محافظت میکنن تو ماورا. نفست ساخته بشه 7 تا کالبد نور داری که اصلا یه ابهتی هم برای خودشون. و وقتی نمیسازی، یکی نمیدونم سکته کرده، یکی داغونه، یکی دستش نیست، یکی پاش نیست، این چه کالبداییه؟ این چه زندگیه که داشتی؟ ترمیم بکن، اینا رو درست بکن و بهش وقت بده، زمان بده و خودت اون آرامش رو به خودت بده. استرس رو دور کن، افکار اضافی رو دور کن، بذار این خودش ساخته بشه. انشالله موفق باشین. حالا خواستین اون تجربه، این چیزی که میگم، البته خیلی ها رو داشتم، این آینه بینی که کالبد گیر میکنه، یکی دو تاشون رو تو کلیپ های بعدی بهتون میگم، خیلی حالا طولانی شد. حالا تو کلیپ بعدی هم یه سری ذکرها بهتون میدم که برای کالبد. ما چرا میگیم هر کالبد؟ ببین دوستان، من واقعا خیلی زمان گذاشتم که یاد بگیرم که مثلا آقا اگر این ذکر رو میگیم برای چاکرای ریشه، در واقع اون ذکر آرامشی رو به کالبد تو میده، اون ذکر انرژی رو که باید دریافت کنه رو بهش میده. به خاطر همین اومدم، اصلا هیچ که نداشته همچین چیزی رو. خب این چیزی بوده که خودم از روز اول گفتم، مثلا ذکر فلان برای چاکرای خاجی، ذکر فلان برای چاکرای فلان، که اون کالبد اختریت، اسیریت، حالا هرچی هست به اون آرامشه برسه. نخواهد زیاد بهش تشنج بدی، فرکانس خوب بفرستی براش. انشالله اینم حالا تو کلیپ بعدی بهتون میگم. سلامت باشیم. ببینم چیزی عقلم ننداختم. به خاطر همین که مثلا ما توی اسلام و همین کالبدها مثلا میگن روح الیقین، روح التقوا، روح الایمان، اینا رو قبلا گفتم توی کلیپ های قبلی. مثلا روح القوه، روح الشهوه، روح البدن، برای همین اصلا اسم دارن. حالا دیگه اونوری آمدن گفتن کالبد، ما هم میگیم کالبد. ان شاءالله که موفق باشین. خدا پشت و پناهتون باشه. خیلی طولانی شد. یا علی.